دوستان عزیز سلام. بچه پیش میاد وقتی لنتا رو میخوایم عوض کنیم، الان کالیپر ترمز بالایی رو میبینید کامل آزاده، ولی پایینیمون قاف شده و تکون نمیخوره. برای همین که بخوایم در بیاریم حتما باید کالیپر در بیاد که لنت ترمزمون یه طرف خورده نشه. اسبادی رو بگیر یه آچار بندازید پشتش به صورتی که همینجوری نگاه کن. بچه همینو فرچه بزنید زنگابه که این قسمت رفته همشو در بیارین، یه دونه یکم وازلین بزنید، همین قسمت رو دوباره شاخت جا بندازید که لنتا یک طرف تموم نشن. نکته خیلی مهمه حتما برای دوستان ارسال کنید که هم راحت در بیاره، هم نکنید یه دفعه بمونه جام کرده که لنت ترمز یک طرف خراب میکنه. موفق باشید.